نقاشی امروز ما یک توتی خوشگل هست که با حروف کی انگلیسی کشیده میشه. کی انگلیسی رو می نویسیم و شروع می کنیم به کشیدن. قسمت بال پرنده رو می خوایم بکشیم. یه خط کج رو به بالا می بریم و به صورت منحنی یا حالت هلال مانند از بالا می کشیم و میایم رو به پایین و روی خط که تمام شد قسمت بال پایین رو هم به همین ترتیب یه خط کج رو به پایین میکشیم و خطهای منحنی یا هلال مانند بهش میدیم تا روی خط عمودی. حالا میایم سر پرنده رو میکشیم. از سر خط عمودی یک دایره میکشیم. پرنده‌مون یه توقه گردن داره، اون رو هم میکشیم. از توقه گردن پرنده به صورت یک خط منحنی میکشیم، میایم پایین تا سر خط عمودی تا بدن پرنده‌مون کامل بشه و بعد دنب پرنده رو هم میکشیم. داخل بالهای پرنده رو به صورت نیمه دایره میکشیم، هم قسمت بال بالا و هم قسمت بال پایینش رو داخل بالهای پرندمون رو کار میکنیم. خب این هم از بالهای پرندمون. نوک پرندمون رو هم میکشیم. و یک دایره برای چشمش میکشیم و یک دایره کوچکتر میکشیم برای براقه چشمش و اون دایره بزرگتر رو توشو تیره میکنیم. کاکل پرندمون رو هم میکشیم و شروع میکنیم به کشیدن پاهای پرندمون. این هم از توتی خوشگل ما و بعد شروع میکنیم به رنگ کردن. شما هم که میدونید رنگ توتی چه رنگایی هست. حالا به سلیقه خودتون یه رنگ خوشگل هم برای پرنده‌تون بکشین. موفق باشین.